سلام. خب بچه ما امروز اومدیم که چالشامون رو شروع بکنیم، ولی گفتیم یکم بهش هیجان بدیم و چیکار بکنیم؟ هر کدوم 10 تا چالش بنویسیم، بعد قرعه کشی کنیم. هر کدوم انجام بدیم. اینجوری قراره که 20 تا چالش آیندهمون مشخص بشه. البته خب بینش اگر چالش های پیشنهاد بدین جذاب‌تر بشه قطعاً اون رو اول اولویت داره انجامش بدیم. بریم که بنویسیم. مشید موافقی؟ بریم. من اینو بگم که ما دو رنگ خودکار آوردیم، سبز و بنفش. یه ویدیو هم من میگیرم قبل از اینکه تا کنیم کاغذا رو و بندازیم بر قرعه کشی که کلا در جریان باشید که 20 تا چالش آینده به چه صورته و حالا ببینیم قرعه کشی شانس هر دفعه‌مون چی در میاد. بریم مشید بنویسیم. الان دیگه میریم برای اینکه اینا رو بندازیم برای قرعه کشی. خب بچه‌ها، من چالشایی که نوشته بودم رو تا کردم. قراره بریزیمشون توی ظرفی. ایشون هم مشغوله و قراره که از بینشون انتخاب کنیم. انتخاب که نه، در واقع قرعه کشی کنیم. آره، از بینشون قراره قرعه کشی کنیم و اونی که در اومد رو انجام بدیم. خب بچه‌ها، منم 10 تا چالشمو نوشتم. بریم که اینا رو قرعه کشی کنیم، ببینیم چه جوری باید انجامشون بده. خب چالش من تموم شد. این 10 تا چالش من میریزیم تو. چالش تموم شد. یه چالش در رفت. یه ظرف کوچیکه فقط. به نظر ایده خوبی نبود. ظرف انقدی رو برای 20 تا چالش در نظر بگیریم. بریم که چالش اول انتخاب بکنیم. کی اول قرعه کشی چالش رو برداره؟ میتونیم سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. چند تایی؟ یه دونه؟ اوکی. خب من بردم. نگه دار. چالش امروز ببینیم چیه. نقاشی به چشم بسته. خوبه. راضیم. بریم ببینیم که چیکار می‌کنیم. نقاشی کدوممون بهتره. بریم که این چالش رو با مشید استارت بزنیم. این چالش ما به این صورت میدیم که 3 دقیقه تایمر ست میکنیم و مشید باید توی این 3 دقیقه یه نقاشی بکشه که حتما توش یه آدم و یه خونه داشته باشه. بقیه‌اش دیگه به اختیار خودش و انتخاب خودش با کمترین امکاناتی که ما داشتیم از خودکارها و هایلایتر. مشید آماده ای؟ بذار من چشم‌بند تو بهت بدم و هر وقت که تایمر رو استارت زدم بهت میگم شروع بکنی. بفرمایید. خب من میخوام تایمر استارت بزنم. هر وقت تایمر استارت زدم بهت میگم. بریم. آماده ای؟ خب شروع میکنم کشتن نقاشی. انشالله که خیلی بد نکشم. اول خونه رو میخوام بکشم. هم دود کششه. میرم پایین تر درش رو میکشیم. پنجره میذاریم براش. من ببینی کلا یه دو دیگه کشیدم. بعد میام این یه آدم میخوام بکشم. آدم فضایی میکشم جا آدم. چشمش، دماغ، لب، موهاش. ای بلندی میخوام باش بکشم. فرفری دستش، بدنش، یکی دستش، لباسش. چند دقیقه شده؟ بعد این بر یه درخت میکشیم. شاید خیلی تو هم فهم نکشیم. اصلا هیچ گونه خودکار هم استفاده نکردم. درخت گیلاس میکشیم. خیلی دارم با اعتماد به نفس نقاشی کنم. گیلاس های بیشتر. درختمون پرباره. محصول زیاد داده. شاید حتی آسمون هم براش بکشیم. خورشید بکشیم. ابر میکشیم. از خیلی قرار همش تو هم بد باشه. کنم که شد. چی بکشم؟ مثلا کجا باید بکشم ماشین؟
همینجا براتون ماشینم میکشم. اوکی. نقاشیم عالیه. نقاشی مهشید 2 ساله از تهران. ولی خدای خیلی هم بد نشده، منتها شبیه نقاشی بیماران روانی شده. چون اگه که بدونین یه سری تلال نقاشی هست که اگه مثلا طرف خیلی اسکیزوفرن و اینا باشه نقاشیاش عجیب غریبن. نقاشی منم یه همچین چیزیه. قشنگ نگاه کنین بچه‌ها، اثر هنری ما رو ببینین. نمیخوام چهرم معلوم باشه، من نکشیدم اینو بچه‌ها، من اینو گردن نمیگیرم، وگرنه نقاشی خیلی خوبه در حالت عادی. خداست. فقط تو رو خدا این چرخ این ماشین رو نگاه کنین، چرخش در رفته، از قصد اینجوری کشیدم ها، در رفته. اوکی، قراره که چرخش رو بذاره سر جاش. خداست نقاشیه. جدی خونش بد نشده، خونش خیلی بد نشده. آدمم اجزاش جدا شده از هم متاسفانه. طی تصادف شدیدی که با این ماشین داشته، چرخ ماشین در رفته، خودش هم در رفته و اجزاش جدا شده. ان شاءالله میخوایم برسونش بیمارستان. بله. مشاهده کنید نقاشی. خب بچه‌ها، چالش اول از 20 چالش قرعه کشیمون تموم شد. موفقیت به اسمم رسوندیم. البته خیلی موفقم نبودیم با توجه به نقاشی‌های چپرچراغمون، ولی خب قضاوت با شما دیگه. شما بیاین آره. کامنت بذارین بگین که نقاشی کدومو کی بدتر نقاشی کرد در واقع، چون بین بد و بدتر باید انتخاب کنیم. و بریم تا ویدیوهای بعدی. حمایت ما فراموش نشه. بچه‌ها اگه میشه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین تا وقتی که ویدیو میذاریم زود بفهمین و بیاین ویدیوهای ما رو تماشا کنین. لطفاً لایک کنین، کامنت بذارین برامون، کامنتاتون رو میخونیم. خیلی ممنون میشیم اگه حمایتمون کنین. دیگه خداحافظ دیگه. پس تا ویدیو بعدی خداحافظ.